سلام دوستای خوبم، به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. من آوا هستم و امروز قراره درس 4 منشن A1 رو با هم دیگه مرور کنیم. بی معطلی بریم سراغ درس. اینجا یه فهرست براتون قرار دادم و توی این ویدیو قراره کمک ارائه دادن، قیمت دادن یا پرسیدن، آرتیکل ها و ضمایر شخصی فاعلی، نظر دادن یا ارزش گذاری کردن درباره چیزی و کلمات مهم درس 4 منشن و Arbeitsbuchش یعنی کتاب کارش رو با هم دیگه مرور کنیم. خب این قسمت راجع به اینه که ما میتونیم از طرف مقابلمون هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی بپرسیم که آیا به کمک نیاز داره یا نه. Brauchen Sie Hilfe؟ شما محترمانه به کمک نیاز دارید؟ Brauchst du Hilfe؟ تو به کمک نیاز داری؟ در جواب میتونیم بگیم یا bitte، بله لطفاً، nein danke، نه ممنون. و توی این قسمت Findest du die Lampe schon؟ گفته تو فکر میکنی که لامپ قشنگه، زیباه؟ تو اینجوری فکر میکنی. Findest du یعنی تویی که باهات غیر رسمی هستم. و در جواب Brauchst du Hilfe ما میتونیم بگیم دوباره یا bitte، nein danke، یعنی جوابهاش مشترک هستن. خب Brauchen Sie Hilfe؟ Ja, bitte. Wie viel kostet der Tisch؟ میز چه قیمتی هستش؟ چه قیمتی داره؟ Der Tisch kostet 250 Euro. Wie viel kostet die Lampe؟ Die Lampe kostet nur 119 Euro. Was kostet das Bett? Das Bett kostet 180 Euro. اینجا یه مکالمه به صورت رسمی و یه مکالمه به صورت غیر رسمی داریم. مکالمه اول بین فروشنده و آنا هستش. Guten Tag. Brauchen Sie Hilfe؟ Ja, bitte. Ich suche einen neuen Tisch für mein Wohnzimmer. گفته بله لطفاً، من میگردم دنبال یه میز جدید برای اتاق نشیمنم. Sehr gern یعنی با کمال میل. Möchten Sie einen großen oder einen kleinen Tisch؟ گفته که میز بزرگ میخواین یا میز کوچیک. Einen kleinen bitte. Mein Wohnzimmer ist nicht so groß. گفته یه دونه کوچیک لطفاً. اتاق نشیمن من خیلی بزرگ نیستش. Verstehe یعنی فهمیدم. Dieser Tisch hier ist sehr beliebt. گفته میزی که اینجا هست خیلی محبوبه. Er kostet 220 Euro. Das ist ein bisschen teuer. Haben Sie ein Sonderangebot؟ گفته که پیشنهاد ویژه داریم. یه پیشنهاد ویژه داریم؟ از فروشنده داره میپرسه. Ja, diese Lampe hier ist im Angebot. گفته بله لامی که اینجا هست تخفیف داره. Angebot توی تخفیفه. Sie kostet nur
79 Euro. دوستان این انگبوت یه تخفیف ساده است، ولی Sonntagsangebot یه پیشنهاد ویژه است، یعنی از تخفیف بالاتره. یعنی مثلا چجوری بگم، تخفیف به توان 2 تخفیفش بیشتره. Die Lampe ist wirklich schön. Finden Sie den Tisch stabil? گفته لامپ واقعا قشنگه. فکر میکنید میز محکمه؟ Ja, er ist sehr stabil und modern. گفته بله اون هست خیلی محکم و مدرن. Gut, ich nehme die Lampe. گفته خوبه من لامپو برمیدارم، لامپو میخرم. Und ich überlege den Tisch. و من فکر میکنم راجب میز. اینجا چون فکر گفته میکنم دن میگیره دوستان، اینو هنوز نخونیم، نیاز نیستش که نگران بشید. Kein Problem. Wenn Sie Fragen haben, ich bin hier. گفته مشکلی نیست، هر موقع که سوالی داشتید من اینجا هستم. خب مکالمه این فرمل غیر رسمی بین 2 دوست هست، سارا و لئو. لئو wie findest du den Tisch؟ گفته لئو چی فکر میکنی درباره میز؟ اینجا چون دوباره فکر کردن هستش، داره بهش میگه که چی فکر میکنی، دن میاد. میگم اینو هنوز نخونیم، اصلا نگران نباشید. Ich finde den Tisch zu groß. گفته من فکر میکنم که میز خیلی بزرگه. Ja, stimmt. Aber die Lampe ist schon, oder؟ گفته بله درسته، stimmt به معنی درسته، همین اینجوری. ولی لامپ هست زیبا یا؟ گفته ja, die Lampe ist wirklich schön. Sie kostet naja 50 Euro. گفته بله لامپ هست واقعا زیبا و فقط 50 یوروه. Cool, ich finde auch. عالیه، cool یعنی عالیه، خوبه، منم همین فکر رو میکنم. Ich finde auch. Die Lampe passt gut in das Zimmer. گفته که لامپ کاملا با اتاق سیما جور در میاد. Stimmt. Und das Bett؟ گفته درسته. و تخت؟ Das Bett ist zu klein. Ich mag es nicht. گفته که تخت خیلی کوچیکه، من خوشم نمیاد ازش. Ich finde es auch nicht so gut. گفته منم اینجوری فکر میکنم، منظورش اینه که منم خوشم نمیاد ازش، خیلی خوب نیست. خب ما توی زبان آلمانی به 3 روش میتونیم قیمت ها رو بپرسیم. روش اول هست Wie viel kostet der Schrank؟ قیمت کمد چقدره؟ Was kostet denn؟ میتونیم den هم بگیم. Das Regal. این den وقتی که ما یه حالت متعجب هستیم میتونیم اینو به کار ببریم، ولی لازم نیستش. Was kostet das Regal؟ اینجوری هم میتونیم بگیم. قیمت قفسه چقدره؟ Das Regal. Wie teuer ist der Laptop؟ گفته که لپتاپ چقدر گرونه؟ Der Schrank kostet 120 Euro. Das Regal kostet naja 40 Euro. Der Laptop
ist teuer 550 Euro. خب اینجا یه دونه مکالمه داریم. کویفقین و میقا، خانم فروشنده و میرا. Guten Tag, kann ich helfen? گفته روز بخیر، میتونم کمکتون کنم؟ Ja, bitte. Ich suche eine Lampe. من دنبال یه لامپم. Die Lampe ist hier. لامپ اینجاست. Wie viel kostet die Lampe? قیمت لامپ چقدره؟ Sie kostet 18 Euro. 18 یورو اون. اینجا لامپ چون مؤنثه پس ما زی میذاریم. Gut, ich nehme sie. خوبه، من اونو ور میدارم، من اونو میگیرم. Und wie teuer ist die Pfanne? گفته و مایتابه چقدر گرونه؟ فانه به معنی تابه هستش. Die Pfanne kostet 12 Euro. 12 یوروه. Und was kostet der Spiegel? گفته و آینه چقدر قیمتش؟ Der Spiegel. Der Spiegel kostet 25 Euro. 25 یوروه. Alles klar. Ich bezahle an der Kasse. گفته که من میام و حساب میکنم، تسویه حساب میکنم. توی صندوق تسویه حساب میکنم. Super, danke. عالیه، ممنون. خب توی این قسمت آرتیکل ها و ضمایر شخصی فاعلی رو داریم، یعنی er, sie, es. Wie viel kostet der Tisch? Ist er teuer? گفته قیمت میز چقدره؟ اون گرونه؟ اون چون که مذکر هست آرتیکل میز پس ما er میذاریم. Er teuer. Wie viel kostet die Lampe? Ist sie im Angebot? گفته که اون توی تخفیفه، اون لامپ. Wie viel kostet das Regal? Ist es neu? گفته که قفسه قیمتش چقدره؟ اون نوع جدیده؟ Der Schrank kostet 49 Euro. Er ist nicht teuer. گفته که کمد 49 یوروه و اون گرون نیست. Die Tasche kostet 15 Euro. Sie ist sehr schön. گفته کیف die Tasche 15 یوروه و اون خیلی زیباست. Das Bild kostet 10 Euro. Es ist klein. گفته تابلو یا حالا قاب عکس 10 یوروه و اون هستش کوچیک. خب اینجا یه مکالمه بین میلا و یوناس رو داریم. Wie viel kostet die Lampe? Sie kostet 19 Euro. Und der Stuhl? Er kostet 25 Euro. Und das Regal? Es kostet 30 Euro. Danke, das ist gut.
خب دوستان اینجا یه سری وسایل خونه رو با آرتیکل هاشون براتون قرار دادم. وسایلی که حالا خیلی مورد استفاده قرار میگیرن و توی روزمره ازشون زیاد استفاده میشه. Der Tisch, der Stuhl, das Bett, die Lampe, der Schrank, das Regal, قفسه، die Kommode، کمد کشودار. این der Schrank کمد معمولی بود ولی این die Kommode کمد کشودار هستش. die Uhr ساعت، der Teppich فرش، die Couch کاناپه، das Sofa، der Spiegel آینه، die Tür درب، das Fenster پنجره، die Gardine پرده کوتاه سبک، die Pflanze گیاه، der Sessel der Hocker چهارپایه، das Kissen بالش، die Decke لحاف پتو، der Vorhang پرده، Vorhang die Schublade کشو، das Bücherregal قفسه کتاب، die Matratze تشک، die Tagesdecke رو تختی، das Nachttischchen میز کوچیک کنار تخت یا میز پاتختی یه همچین چیزی، der Kleiderschrank کمد لباس، die Waschmaschine ماشین لباسشویی، der Kühlschrank یخچال، der Herd اجاق گاز، die Spüle سینک ظرفشویی، der Wasserkocher کتری برقی، die Mikrowelle مایکروویو die Kaffeemaschine دستگاه قهوه ساز، der توستر die Pfanne تابه، der Topf قابلمه، das Geschirr ظروف، die Tasse فنجان، das Glas لیوان، der Teller بشقاب، die Gabel چنگال، das Messer کارد یا همون چاقوی غذاخوری،
der Löffel قاشق die Schüssel کاسه der Mülleimer سطل زباله die Lampe die Katze Scham der Teppichläufer فرشی که توی راه رو میندازن die Vase گلدان das Bild die Pinnwand تابلوی اعلانات منظورش از این تابلوهایی که توی حالا ساختمونا مثلا میذارن تا بهش قبضی بچسبونن منظورش اینه. خب Preis bewerten ارزش گذاری کردن یا ارزیابی کردن قیمت Das ist teuer günstig billig ein Sonderangebot اینا صفت هایی هستن که ما در مورد قیمت به کار میبریم. اینکه خیلی گرونه، مناسبه یا مقرون به صرفه است، ارزونه یا یک پیشنهاد ویژه است. ما این کلمات رو واسه قیمت ها به کار میبریم. قوسه بیوتن ارزیابی کردن اندازه zu groß zu klein perfect خیلی بزرگ خیلی کوچیک perfect هم که یعنی خوب معمولی aussehen bewerten ارزیابی کردن ظاهری sehr schön wirklich hübsch یعنی واقعا قشنگ hübsch به معنی قشنگ هستش modern art مدش قدیمی مثلا کهنه قدیمی Zustimmung oder Widerspruch ausdrücken ابراز مخالفت یا موافقت مثلا اینکه منم اینو فکر میکنم منم به این باور دارم Das finde ich nicht من به این باور ندارم من اینجوری فکر نمی کنم و این هم که فیندنزی و فیندستو هستش که یکم پیش با هم کار کردیم شما محترمانه فکر میکنید تو که باهات غیر رسمی هستم فکر میکنی اینجا تفاوت زه و تسو رو داریم دوستان زه وقتی که ما صفت میخوایم به کار ببریم صفتی میخوایم به کار ببریم حالا فرقی هم نمیکنه مثبت باشه یا منفی باشه زه رو به کار میبریم اما وقتی که بخوایم از چیزی که بیش از حد هست ایرادی بگیریم مثلا خیلی اون کالا کوچیکه یا خیلی بزرگه و بیش از اندازه هست ما تسو رو میذاریم یعنی یه حالت منفی واسه اندازه وزن قیمت و کلاً تو و زمانی که بیش از حد یه چیزی هستش به کارش میبریم ولی زه فرقی نمیکنه صفتمون مثبت باشه یا منفی در صورت به کار میبریمش خب اینجا کلمات مهم درس رو داریم Das Beratungsgespräche گفتگوهای مشاوره‌ای مشاوره دادن anbieten ارائه دادن zeigen نشان دادن nennen نام بردن نامیدن
finden 2 تا معنی میده، یکی پیدا کردن، یکی اینکه چه چیزی فکر میکنید، چی فکر میکنید. etwas bewerten ارزیابی کردن، ارزش گذاری کردن چیزی. preisen قیمت ها. schlecht دوستان این schlecht من توی ویدیوهای قبل گفتم که به معنی زشت هستش، اشتباه گفتم، فقط به معنی بد هستش، بد یا مثلا نامناسب اینجوری. hässlich به معنی زشت هستش. teuer گران. brauchen نیاز داشتن. der Artikel همون آرتیکل. tanzen رقصیدن. die Zahlen Schlange زنجیره اعداد یا اعداد مارگونه. die Muttersprache زبان مادری. übersetzen ترجمه کردن. bringen رسوندن، آوردن. die Reihenfolge به ترتیب درست، به ترتیب صحیح. das Gegenteil یعنی متضاد، برعکس. خب دوستان به آخر ویدیو رسیدیم، امیدوارم که کمکی بهتون کرده باشم. خیلی ممنون میشم که ازم حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، اگه دوست داشتید کامنت بذارید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.